علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزیز، کسایی که تماشا میکنین، کسایی که دستگیری میکنین برای هر یک کاری خیر، برای هر یک چیز سلام میخونم به کل مردم غریب، هر یک مادر مسلمان، خواهر و اپا و برادر و اکا و دادر میرسانم و یک چی گفتنی و خوش خبر باز به پیشم آمدم. برادرای عزیز، کسایی که برادرها گوش کنید چیرم، کسایی که در جای کار در کارای مقصد امی ایدستان استاگی میگوید. استاگی مقصد من همه برادرایی که استا هستیم، همین برادر چندین بارو رکلام کردگیم، چندین بارو رکلام کردگیم، آدما رو مثلا رفتگی به یگان چی پولش نگرفتگیم، به یگان پرابلم. من برادر روز با خواهش کرد تو خوب گپ نیست انا رکلام باشه، ما یا رکلام کردن مرحمت برادر رکلام اینا یا با کسایی که جای کار، کسایی که ندارین مرحمت ما زنگ بزنین. التماس همتون کسایی که بیکارن چند ویدیو را پخش کنین، رویشون کنه که مقصد تسترک صاحب جای کار چمان خداوند همتون نگهبان باشه در این خنکی ها، در این سردی و برف نه. ان شاء الله که همتون میدونم که سازن خوب هستین و سلامتیتون ان شاء الله که خوب هسته. برای همین التماس برادرای عزیز دستگیری را فراموش نکنین، کانال دا подписаться نکنین که همچون برادر یک دویه شدن. خداوند هر یک تان نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.